دوستان سلام. آقا این روزا دایناسورای نظام میخوان در دبه ترشی خبرگان رو ببندن و بزرگ عمامه‌دار خبرگان رو مشخص کنن. به خاطر همینم جنگ و دعوای باندی اساسی بالا گرفته. کار به جایی رسیده که خود خامنه هم پا به رهنه وارد معرکه شده و از این حرفا میزنه. آمریکا که طاغوت اعظم آمریکاست، شیطان اکبر آمریکاست. کسانی که بر طبق اون سیاست ها عمل میکنن اینا متمسک به طاغوتن، اینا کفر به طاغوت ندارن. آخه بدبخت شاخ شکسته، اینقدر امامت نخنما شده که حتی جیگر نمی کنی صاف و پوسکنده حرف بزنی. خب به جای اینکه اسم شیخ اکبر رو ساندویچ کنی و بگی شیطان اکبر آمریکاست، وایسا رک پوسکنده بگو میخوام دنبه اکبر کوسه رو بچینم. آخه با این آکروبات بازی ها به جایی نمیرسی که. حضرت آیت الله خامنه‌ای یکی از نیازهای مبرم دنیای اسلام را فریب نخوردن در قبال وعده‌های قدرت‌ها و نهراسیدن از تهدیدهای آنها دانستند و افزودند امروز مهمترین وظیفه همه در امت اسلامی به ویژه علما، روشنفکران و تحصیل کردگان کشورهای اسلامی مبارزه برای روشنگری و جهاد تبیینی درباره حقایق دنیای اسلام است. تو زهر رو خوردی تموم شده رفته، بعد الان مواظبی که یه وقت فریب نخوری. بابا الان دوره بخور عظماست. تو که چپ و راست داری از داخل خارج میخوری، خب فریبم بخور تموم بشه بره دیگه. بیا اجالتا این لگد رو هم از شیخ اکبر نوش جان کن تا بقیهش برات بیاد. رفسنجانی: فعلا بنا ندارم خودم را برای ریاست کاندید کنم. الحمدلله فضای خبرگان به خاطر حضور بیش از 84 عالم مجتهد خوب است، ولی اگر خدایی نکرده زمانی لازم باشد که اقدامی شود، اگر حضور داشته باشم خیلی با ریاست فرقی ندارد. بله، از اشباهای شطوری اکبر کوسه که بگذریم میرسیم به اصل قضیه که عبارت است از زمین چینی برای قلمبا کردن خبرگان. حالا چجوری؟ اینجوری هر لحظه‌ای که رهبری مشکل پیدا کند و یا مریض شود و یا فوت کند و یا اشکالاتی از لحاظ قانونی پیدا کند، چون مشروعیت نظام الان با رهبری است، باید به گونه‌ای آماده باشیم که بلا فاصله اقدام کنیم. جامعه نمیتواند بدون رهبر بماند. دی ملاحظه کردی؟ دیدی چه سیخی تو پک و پهلوی عظما فرو کرد؟ هم به مریض و پا به گور بودنش پیله میکنه، هم به اشکالات قانونیش. یعنی داره بابی رو باز میکنه که تهش پریشون شدن عمامه ولایته، در حالی که در عین حال میگه جامعه نمیتونه بدون رهبر بمونه. یعنی بدون ولایت نظامم در کار نیست. از اون طرف تنها کاری که از دست خامنه برمیاد اینه که با بهونه بی بهونه نوچه هاشو بفرسته به میدون و هر کدوم یک گازی از دم کوسه بگیرن. آخوند شجونی: ریاست خبرگان نباید به دست غیر انقلابی ها بیفتد. یقین بدانید به دست هاشمی رفسنجانی نخواهد افتاد. با این حرف هایی که خودش، زنش و دخترش میزنند، اینها ضد انقلابی شدند و مهره های سوخته هستند. اینها میگویند رهبری شورایی یا میگویند مرگ بر آمریکا نگویید. خب اینم یک گاز ویژه توسط آخوند گوشخوار اژه‌ای. قوه قضاییه برجام 2 و 3 و 4 را برملا می کند. اژه‌ای معاون قضاییه رژیم. امروز دشمنان کسانی را که مؤثرترین نیرو و یا دستگاه برای نظام هستند تخریب می کنند.
آنها می‌دانند آن کسی که نقشه های آنها را نقشه برآب می کند و برجام 2، 3 و 4 را برملا می کند چه کسی است. بنابراین بیشترین تخریب را متوجه آن نهاد می کنند. النهایه کار به جمعه بازارم کشید و ماموت عمومدار به نام امامی کاشانی به صحنه اومد و به شکل غیر مستقیم به دیدار دختر رفسنجانی با بهایی ها تاخت و اینجوری گفت: استعمار بهاییت را به عنوان صهیونیست ها آوردند و ریشه آنها نیز در اسرائیل است. هیچ کدام از کشورهای دنیا و قانونهای اساسی اجازه نمی دهد که کشوری در کشورشان زندگی کند. حتی آمریکا نیز که در آنجا دم از آزادی میزند، زمانی که فرقه‌ای به نام داوودیه در این کشور ایجاد شد، اقدام به نسل‌کشی این فرقه کردند، اما اعلام کردند که آنها خودکشی نمودند. آقا یه لحظه تصور کنید خمینی گور به گوری زنده بود و همین اتفاقات میافتاد، به نظر شما چی کار میکرد؟ آره دیگه، سگ و سیلهاشو میفرستاد جلو واق واق کنن، یا میزد گردن و پر و بال طرف و میچید. منظورم اینه که نفس این بگو مگوها نشون دهنده اینه که وضعیت عظما تا کجا خرابه و ته این خط به کجا ختم میشه. آره جونم، خوشحال شدیم دیدیمتون، تا فردا، خداحافظ.